پیش‌درآمد دشتی از رضا محجوبی. صفحه 80. رضا محجوبی در سال 1277 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او آهنگساز و نوازنده شهیر ویولون هست. او با ویولون نغمه‌های ایرانی رو می‌نواخت. او همچنین برادر بزرگ مرتضی‌خان محجوبی هست که نوازنده شهیر پیانو بود. پدر رضا عباس علی ناظر بود که نوازنده نی بود و مادرش فخرالسادات نوازنده پیانو. علاقه خانواده او به موسیقی باعث شد که او و برادرش به موسیقی روی بیارن از همون اوان کودکی و موسیقی رو به عنوان حرفه و پیشه خودشون قرار بدن. او نزد استادان حسین هنگافرین که از افسران موسیقی ارتش بود موسیقی رو یاد گرفت. بعدها نزد ابراهیم آژنگ رفت، اما چون علاقه‌ای به یادگیری نوت و سیستم بین‌المللی نداشت و دوست داشت که موسیقی رو به صورت گوشی یاد بگیره، به شاگردی حسین خان اسماعیل زاده نوازنده کمانچه‌ای که با کمانچه ویولون یاد میداد در اومد. او در 25 سالگی کلاس درس خودش رو دایر کرد در تهران و همچنین به اجرای کنسرت و آهنگسازی پرداخت. در سال 1302 به همراه درویش خان و عارف قزوینی کنسرت هایی رو در تهران برگزار کرد که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. او متاسفانه در 24 سالگی دچار یک بیماری عصبی شد که تحت مداوا قرار گرفت، اما این بیماری باعث شد که نظم و عادات یک انسان طبیعی رو از دست بده و در جمع دوستان گاهی از موضوعاتی صحبت کنه که مورد تعجب اونها بشه یا براشون گنگ باشه. به همین دلیل گاهی به او رضا دیوونه هم گفته میشد. او در سن 16 سالگی وقتی پدر کافه ای رو در لاله‌زار باز کرد با برادر مشغول نوازندگی شدن. در اون کافه از شاگردان رضا محجوبی، روح الله خالقی و همچنین مجید وفادار رو میتونیم نام ببریم. از آهنگ‌های باقی مونده 4 مضراب هایی هست به اضافه پیش‌درآمدها و تصانیفی که از اونها معروفتر پیش‌درآمد دشتی است که در حال حاضر اجرا میکنیم و همچنین پیش‌درآمد اصفهان که به تازگی توسط فرهاد فخرالدینی به عنوان موسیقی متن فیلم کیف انگلیسی دوباره تنظیم شد. او در سن 56 سالگی در تاریخ 23 تیر 1333 درگذشت و در ضحیرالدوله به خاک سپرده شد. دشتی که در این مجموعه نواخته میشه دشتی لا هست. دشتی لا از دل شور ر به وجود میاد. اگر دانگ های این مجموعه رو بخوایم بررسی کنیم، یک دانگ ر می کرون فا سل خواهد بود که یک دانگ شور هست. بعد از این دانگ شور یک دانگ سل لا سی بمول دو رو داریم. همزمان دانگ به جز این دانگ دشتی سل لا سی بمول دو که پرده نیم پرده و پرده هست، یک دانگ شور سل لا کرون سی بمول دو داریم. در اصل در اینجا استفاده از این دو دانگ باعث میشه که لای ما لای متغیر بشه و این از حالتهای اصلی هست که در دشتی اتفاق میفته. معمولا در حرکت‌های عقب رونده از دانگ شور استفاده میکنیم، یعنی لا کرون، و در دانگ‌های به سمت بالا از دانگ دشتی استفاده میشه. بعد از این دانگ از نوت لا یک دانگ شور لا سی کرون دو ره هم داریم که بهش دانگ اوج گفته میشه. موقعی که ما به سمت بالا حرکت میکنیم و میخوایم ره رو بیشتر معرفی کنیم از دانگ شور لا سی کرون دو ره استفاده میکنیم و در برگشت‌ها و فرود به خود دشتی از دانگ سل لا سی بمول دو استفاده میکنیم. در قسمت پایین‌تر همون دانگ شور ر می کرون فا سلی که در بالا وجود داشت میتونه تکرار بشه. کوک در آواز دشتی در این مجموعه
مجموعه اول دو هست، مجموعه دوم سل، سیم هنگاممون لا کوک میشه، یعنی یک پرده بالاتر از سیم سل، و سیم بممون ره کوک میشه، یعنی یک پرده بالاتر از سیم اول. دلیل استفاده از نوت لا به این دلیل هست که شاهدمون لا هست و هنگاممون صدای لا رو داره، و دلیل استفاده از ره برای سیم بم این هست که ما در دشتی لا همواره به شور ره برمیگردیم و همین دلیل ره هم از اهمیت بالایی برخورداره. ضمن اینکه ره تا لا یک فاصله پنجمیه که در موسیقی فاصله زیبایی است. کوک کردن دو سیم بالا به فاصله پنجم، یعنی ره تا لا، باعث شده که موقعی که میخوایم انگشت گذاری کنیم از فواصل پنجم موازی استفاده بشه در سیم بم و هنگام. به این صدا توجه کنید. این صداها ما رو یاد موسیقی مناطق ایران و مخصوصا منطقه خراسان میندازه، چون از فواصل چهارم و پنجم موازی زیاد استفاده میکنن. در این درس نوت آچیاکاتورا یا پیشای کوچک مطرح شده که اسم اون رو میذاریم نوت زینت. نوت زینت نوتی هست که کوچکتر از بقیه نوشته میشه، میتونه به صورت تکی یا چندتایی حضور داشته باشه. موقعی که تکی قرار میگیره با چنگ مینویسیمش و یک خط مورب روی دسته چنگ قرار میدیم. در این حالت نوت ما بسیار سریع به نوت اصلی وصل میشه و انگار دارای زمان بسیار اندکی هست و همین دلیل جزو ضرب به حساب نمیاد. در موسیقی قانون بر این هست که نوت آچیاکاتورا به نوت اصلی نباید وصل بشه، اما در اینجا یک خطایی در نوت نویسی روی داده و با خط اتصال از نوت زینت به نوت اصلی و نوت بعد از اون یک خط اتصال داریم که این خطا هست. منظور آقای زولفون احتمالاً این بوده که مثلا از نوت ر در خط پنجم میزان آخر میخواسته به این شکل عمل کنه که ر رو بزنه و بعد روی می ریز بده، یعنی بزنه ر می دو و روی می دیگه تک مجدد برای ریز نزنه، یعنی نزنه ر می دو. هرچند ما به این شکل هم میتونیم اجرا کنیم، یا مثلا به صورت را شب ریز دو که در این دو حالت اخیر روی نوت می، یعنی نوت دوم بعد از نوت زینت، ما یک آکسان داریم که حالا ممکنه با راست یا با چپ نواخته بشه و بعد ریز بیاد. اما احتمالا این خط اتصالی که بین این نوت ها مطرح شده به این دلیل هست که اتصال اینها بیشتر بشه و از نوت زینت به نوت اصلی با ریز بریم، نه با تک ریز یا چپ ریز. پس به این موضوع دقت بکنیم و یادمون باشه که این نحوه نوشتن نادرستیه و روش دیگری برای انجام این کار وجود داشت و اون این بود که نوت زینت که نوشته میشه بدون خط اتصال، بعد نوت اصلی نوشته بشه و روی نوت اصلی تی گذاشته بشه و بعد از اون نوت اصلی به نوت بعد از اون خط اتصال قرار داده بشه. نکته دیگه اصطلاح فینه هست که در این قطعه به کار رفته. فینه به معنی پایانه. موقعی فینه رو می نویسیم که بعد از فینه جملاتی وجود دارن و بعد یک تکرار بزرگ اتفاق میفته، همونطور که میبینیم در صفحه 81. بعد از فینه یه سری جملات حدود 3 خط جمله داریم، بعد انتهای اونها یک تکرار وجود داره که ما رو برمیگردونه به صفحه قبل، صفحه 80، خط 2 تا مونده به آخر میزان دوم و از اونجا که تکرار میکنیم دفعه بعد تا جایی تکرار خواهیم کرد که نوشته شده فینه و اونجا اتمام قطعه هست. فینه در زبان ایتالیایی به معنی پایان. این قطعه در 6/4 نوت نویسی شده. 6/4 یک میزان 2 ضربی هست که هر ضربش یک سفید نقطه داره و در اینجا با دید 6/4 بهش نگاه نشده، به دید یک 6 ضربی مجزا از هم دیده شده که در موسیقی این حالت نامأنوس و غیر قابل قبول هست
بنابراین پیشنهاد من این بود که میتونستیم این قطعه رو در 3/4 بنویسیم و هر میزانمون به 2 بخش مساوی تقسیم بشه تا واحدهای ضربمون همون نوت سیاه در نظر گرفته بشن. در صورتی که در 6/4 بین‌المللی ما باید هر سفید نقطه‌دار رو یک واحد ضرب قرار بدیم که اینجا اینطور نیست. بم بم لا 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 بم 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 لا لا سول لا بم بم لا 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 بم 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 لا لا سول لا بم بم لا لا ره دو سی لا سول لا Si la fa bam bam la la do si la sol fa sol la bam la fa sol la sol la sol la si la fa mi fa sol fa sol la sol mi re mi fa mi fa sol fa re bam bam la la do si la sol fa sol la bam la fa sol la sol la sol la si la fa mi fa sol fa sol la sol mi re mi fa mi fa sol fa re re mi do bam do re si bam bam la do la bam la fa sol la bam bam re mi do bam bam do re si bam la do la bam la sol la bam bam do si do re bam bam do si la sol bam bam do si do re sol fa mi re do re sol fa mi re do re mi re do si la do si la sol la sol la la si sol fa sol 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 la fa mi fa fa sol mi bam bam mi fa sol bam bam sol sol la fa bam bam fa sol mi bam bam mi fa re do re bam bam fa mi sol fa sol fam fa sol la sol fa fa mi bam bam fa mi sol fam sol fam fa sol la bam bam la si sol fa sol sol la fa mi fam fa sol mi bam bam mi fa sol bam
ابتدای قطعه زیر رها 8 نوشته، به این دلیل که ری بم همون واخون سیم آخر رو میزنیم. و اینکه چرا از نوت لا استفاده نکرده، چون دو سیم آخر رو ما لا و ری بود کردیم، به این دلیل هست که با چپ ما به سیم بم معمولا در ستار میزنیم و بیشتر صدای ر رو میشنویم و صدای لا کمتر شنیده میشه. پایه اولیه‌مون به این شکل خودشون معرفی میکنه که معرفی کننده فضای دشتی هم به نوعی هست. بم بم لا 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 بم 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 لا لا سول لا. این مجموعه دوباره تکرار میشه. پس دو فراز هست که از لحاظ ریتمیک این دو فراز مثل همه و روی هم دیگه جمله پایه رو تشکیل میدن که دو بار تکرار میشه. بعد میایم جمله آغازین اولی میگیم بم بم، این بم ها به عنوان سکوته. بعد میگیم لا لا ری، به فاصله 4 میپریم بالا. بعدش دو سی لا سول لا. این که تکرار شد جوابش یک پله پایین تر خواهد بود. بم بم لا لا دو، به فاصله 3 دو میپریم سی لا سول فا سول. بم بم، انگشت دومون میبریم رو لا کرون، استفاده از اون دانگ شور سول لا کرون سی بمول دو اینجا اتفاق میفته. لا فا سول لا. اینجا سیاه نقطه دار به اضافه چنگ رو داریم برای ارتباط سول به لا. طبیعتا برای سول 1 پا و نیممون رو اشغال میکنیم. سول لا. موقعی که پای دوم این مجموعه میخواد بیاد بالا، نوت لا با ریز وصل میشه. فا هم که از سیم زرد اومد، سول لا سول لا سی لا. اینجا دوباره لا به کار میشه، لا فا. میتونستیم فا رو از همه سیم زرد هم بیاریم که دیگه جا به جا نشیم. همین مجموعه که از لا به دو بود با کمی تغییر از هنگام بالاتر اجرا میشه. بم بم لا لا دو سی لا سول فا. فا رو میریم از سیم زرد میزنیم، سول لا. این بار 2 پا برای سول سفید هست و بعد در پای سوم، شروع پای سوم، این لا به لا کرون ریز میدیم. دوباره لا کرون هست همچنان، لا فا سول لا سول. این بار لا به کار میشه، لا سول لا سی لاس. کتاب گفته با انگشت اول بریم رو فا، فا می فا، که اینجا هی انگشت اول داره استفاده میشه. پیشنهاد من این هست که بزنیم لا سول لا سی لاس، دوم بره رو فا، فا می، بعد یک بیاد پایین فا. همین کار یه پله عقب‌تر، سول فا سول لا سول، راست چپ تکریز. دوباره می، دوم می ره می، انگشت اول بیاد رو می، فا می فا سول فا، راست چپ تکریز ره. این تکرار میشه دوباره. بعد اینکه تکرار شد بگیم بم بم ره میر دو. همونطور که توضیح دادیم از ره به می با ریز میریم، ره میر دو. و میتونیم میمون رو با ریز آبشاری و پر شکل بدیم، ره دو بم بم دو ره یه پله پایین تر، سی بم بم، همین پنجه یه پله پایین تر، لا دوس لا. میشینیم روی نوت لا با انگشت دوم، لاس لا سول لا. این مجموعه یه هنگام از بالاتر تکرار میشه، بم بم ره میر دو بم بم دو ره سی بم بم لا دوس لا لاس لا سول لا بم بم. میریم پایین، انگشت دوم میاد رو دو. میخوایم بریم به سمت گوشه اوج که در دشتی بسیار گوشه مهمی هست. سی کرون میشه، دو سی دو ره بم بم. حالا فرود میایم، دو سی لا سول، با انگشت دوم میایم روی لا، سی بمول میشه پس در برگشت، دو سی لا سول. دوباره جمله همون پنجه اوج رو میزنیم، بم بم دو سی دو ره. این بار یه مجموعه جملاتی از سول شکل میگیره، سول فا می ره فا می ره دو ره. جواب این در بالا اتفاق میفته،
سل فا می ره فا می ره دو ره. در سیم زرد همین پنجه 2 پرده پایین تر اتفاق میفته. می ره دو سی ره دو سی لا دو سی لا سل لا. یه پله میان عقب. پس شد می ره دو سی ره دو سی لا دو سی لا سل. جمله فرود روی لا شکل میگیره لا لا سل لا. بم میایم پایین. اینجا میخوایم یک فرود به سمت شور داشته باشیم. حالا از دشتی میخوایم برگردیم به سمت شور. لاس لا سی سل فاس. اینجا فاس با انگشت اول به صورت حالت گلیساندو و سر دادن اتفاق میفته. میتونیم با چپ هم بزنیم، با راست هم میشه زد. چون سیم بالا رو رکوب کردیم طبیعتا میکرون میشه پرده اول، فا پرده سوم و جای فای قبلیمون سل هستش. یعنی همه پرده ها یک پرده میان عقب‌تر. فاس. بعدش میگیم سل سل فا میف با یک مضراب این رو ارتباط میدیم. بعدش میگیم فا فا سل می بم بم می می. فا میاد انگشت اول فا سل بم بم سل سل فا بم بم فا فا سل می بم بم می می فا ره. این همش یک پله اومدن عقب تا اینکه جمله فرود روی دشتی شبیه به جمله فرود در دشتی در قسمت قبل خواهد بود که میگه رم رم دو ره. حالا این بار میخوایم این فرودمون رو روش بیشتر بمونیم. فا می سل فام 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 سل فام فام. تکرار میشه فام. اینجا انگشت اول میاد رو فا فا سل لا سل سل فا فا. راست چپ راست چپ راست سل فا فا می می. سوم میاد روی سل راست چپ راست می بم بم. دوباره از فا فا می سل فام فام. این بار یه دونه فام کمتر سل فام 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 فا. این بار انگشت اول میاد رو سل سل لا. میخوایم برگردیم به جایی که در خط دوتا مونده به آخر صفحه 80 که تکرار باز شده. بم بم لاس لا سی سل فاس سل سل فا می فام فا سل می بم بم می می فا سل بم بم سل سل فا بم بم فام فا سل می بم بم می می فا ره رم رم دو ره. با سرعت 90 اجرا میکنیم.
شد.